سلام دوستان خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان در خدمتتون هستم با ادامه آموزش بافت پترن برگ و انگور برای کلاه و هر چی که دوست دارید. لطفاً قبل اینکه ادامه آموزش رو ببینید کانالمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو روشن کنید تا هر موقع که آموزش جدید میذارم از آموزش ها با خبر بشید. ممنونم که همراه هم هستید. خب دوستان، من اومدم دوباره به قسمت جلوی بافت. دونه اول رو دوباره به رو میبافم، میشمارم 1 2 3 و 4 تا دونه بافتم. میندازم سرش، به زیر میبافم، میندازم سرش و 4 تا دونه به زیر میبافم. 1 2 3 و 4. دوباره اینجا یه دونه دونه مخفی اضافه میکنم. بعد اینکه دونه مخفی رو بافتم یه دونه دونه به رو میبافم. خب بعد اینکه دونه اضافه کردم یه دونه دونه به رو بافتم، اینجا قلابم رو میگیرم دستم، میخوام پاپ کورن ببافم. دونه رو از میل در میارم، 1 2 تا زنجیره میزنم و بعد پای بلند نصفه میخوام ببافم. دو تا رو از دونه در آوردم، بقیه رو نبافتم. دوباره پای بلند نصفه. یک 2 3 4 یه دونه دیگه هم میبافم. با زنجیره ها شد 5 تا پایه. همه رو با هم جمع میکنم، یه زنجیره میزنم. حالا این دونه رو به میلم انتقال میدم. بشه. حالا میام 1 2 تا دونه به رو میبافم، 2 تای آخر هم رکن. بشه. اولین پاپ کورنمون رو بافتیم. خب بعد اینکه پاپ کورن رو بافتم تموم شد، اومدم به پشت کار. این 2 تا دونه اول رکن هستش. دو تا دونه رکن، 2 تا به زیر. خب دونه پاپ کورن رو اینجا به رو میبافم. روی کار به زیر بافته میشه، پشت کار به رو. دوباره این 2 تا دونه به زیر. این هم دونه هستش که به صورت مخفی اضافه میکنم. برگ ها همه به رو. 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 و 11 تا دونه به رو بافتم. دونه آخر به زیر هستش. خب دوستان برگ ما از 11 تا دونه تشکیل میشه. دیگه اینجا دونه اضافه نمی کنیم، بلکه دونه ها رو کم می کنیم. دونه رو به چپ کور می کنم، یعنی به این طرف. به این شکل. دو تا دونه رو با هم یکی کردم. 1 2 3 4 5 6 و 7. خب 7 تا دونه بافتم به زیر. این دو تا دونه رو برمیگردونم به این شکل و از اینجا به راست کور میکنم به این شکل. بعد برگ دوباره دونه مخفی اضافه میکنم. خب حالا اینها رو به رو میبرم. دونه پاپ کورن رو به زیر میبافم. بعد دو تا دونه به رو، دو تا هم لکه. پشت کار دیگه فکر نکنم نیازی باشه بهتون توضیح بدم. پشت کار رو میبافم، بعد دوباره روی کار رو بهتون توضیح میدم. خب پشت کار رو بافتم، تموم شد. اومدم روی کار. دونه اول به رو، دو تا دونه رو به چپ کور میکنم. بعد میشمارم 1 2 3 4 و 5 تا دونه رو به زیر میبافم. این دو تا دونه رو برمیگردونم و به راست کور میکنم. دوباره دونه مخفیم رو اضافه میکنم. خب حالا دو تا دونه به رو میبافم. 1 2 کنار دونه‌ای که پاپ کورن قبلی هست دوباره یه پاپ کورن میبافم. یک
تا زنجیره میزنم، بعد پای بلند نصفه میبافم. از 2 تا دونه در میارم و سومی رو ادامه نمیدم. 4 تا شد، اینم 5. 5 تا پای بلند نصفه، همه رو یه جا جمع میکنم، یه زنجیره میزنم. بعد این دونه رو میارم روی میل سمت راستم به این شکل. خب حالا این دونه رو به زیر میبافم، بعد دوباره اینجا پاپ کنم.